أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و هر کسانی که این ویدیو بر شما می رسد، امروز انشاءالله با فضل خداوند سبحانه و تعالی درباره یک موضوع همراه شما صحبت خواهم کرد که امروز نه فقط من و شما بلکه تمام امت اسلامی و تمام مسلمان های روی دنیا به این موضوع احتیاج جدی دارند. زیرا امروز ما در هر قدم خود مواجه یکی از حادثه های می شویم که اون حادثه عصیان الله سبحانه و تعالی است. یعنی در هر گوشه و کنار عالم بندگان الله سبحانه و تعالی را می بینیم که از نعمتهای داده الله جل جلاله استفاده می برند و نعمتهای الله سبحانه و تعالی را استعمال می کنند و با نعمتهای الله سبحانه و تعالی در حیات هستند و باز بر ضد اون الله پاک، بر ضد اون الله مهربان و بر ضد اون اللهی که بر همه چیز قدرت و توانایی دارد، باز این مخلوق بیچاره و ضعیف بر ضد اون خدا جنگ اعلان کردگی هست. از این رو برادران بیایید ما هم سبب اساسی اینقدر عصیان و گناه را بدانیم که چرا امروز مسلمان ها بر ضد الله سبحانه و تعالی در نبرد هستند. سبب اساسی و یگانه این عدم می شناخت الله سبحانه و تعالی است. یعنی مسلمانان امروز از معرفت و شناخت الله سبحانه و تعالی دور شدیم. هنگامی که ما خداوند سبحانه و تعالی را نشناختیم، پس به هر گونه گناه ها و به هر گونه معصیت ها دست زده ایستادیم. پس بیایید یک کمی از روی قرآن و این دنیایی که من و شما زندگی کرده ایستادیم، از روی تفکر کردن در این عالم هستی الله خود را بشناسیم. الله سبحانه و تعالی ما را به چه خاطر خلق کرد؟ ما را به این خاطر خلق کرد که گوینده کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله باشیم و هر انسانی که اگر گوینده این کلمه پاک باشد، پس هر آینه او در ربح است، اون در فایده است. و اگر هر کسی که این کلمه پاک را نگفت، هر آینه او در خسران و ضرر خودش است. از این رو الله سبحانه و تعالی در کلام پاک خودش می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم و فی انفسکم افلا تبصرون. یعنی برادرم، الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه من و تو را خطاب می کند و می گوید که بر نفس خودت یک بار نگاه نمی کنی. وقتی که این آیه مبارکه را ما می شنویم، پس بیاید یک بار بر نفس خودمان نگاه کنیم که الله سبحانه و تعالی من و شما را چگونه خلق کردگی است. و از همه بالاتر بیاید یک بار نگاه کنیم که الله سبحانه و تعالی من و شما را از چه چیز خلق کردگی است. الله جل جلاله در دیگر آیه مبارکه می گوید که فلینظر الانسان مما خلق. ای فرزند انسان، نگاه بکن که من تو را از چه چیز خلق کردگی هستم. خلق من ماء دافق. ای فرزند انسان، من تو را از یک آب جهنده، از یک آبی که از مرد با یک شهوت بیرون می شود، من تو را از اون چیز خلق کردگی هستم. پس هیچ معنی ندارد که تو اصلی تو خود هیچ است و عاقبت تو خود هیچ است. پس هیچ معنی ندارد که تو با این هیچ بودن در برابر الله سبحانه و تعالی قیام کنی و در برابر بزرگی الله سبحانه و تعالی من بگویی. زیرا تو هیچ کس نیستی که من بگویی. یگانه ذاتی که حق من گفتن دارد اون پروردگار عالمیان هست. از این رو الله سبحانه و تعالی میگوید و فی انفسکم افلا تبصرون. آیا بر نفسهای خودتان یک بار نگاه نمی کنید؟ یعنی ای انسان، اگر تو میخواهی که پروردگارت را بشناسی، بر خلقیت خودت یک بار نگاه کن. بر چگونه به این دنیا آمدن خودت یک بار نگاه کن.
یک بار ببین که خداوند سبحانه و تعالی تو را از چه چیز خلق کردگی هست. از این رو یکی از علما ابن قیم جوزی رحمت الله علیه میگوید که الرب تبارك وتعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته عن طریقین، یعنی الله سبحانه و تعالی بندگانش را در قرآن به سوی شناخت خودش با دو راه دعوت می کند. یعنی از دو راه خداوند من و شما را دعوت کردگی است که شما می توانید از این دو راه اگر که راه پیمودید حتما مرا می شناسید. راه اول چی است؟ النظر فی مفعولاته، اول نظر کردن به کرده های خداوند سبحانه و تعالی، بر فعل الله سبحانه و تعالی. یعنی فعل الله سبحانه و تعالی چی است؟ فعل الله سبحانه و تعالی این خلق کردن من و تو هست. الله سبحانه و تعالی من و تو را از یک آب پلید خلق کرد، من و تو را از یک آب خلق کرد که این قدرت را جز الله سبحانه و تعالی کسی ندارد. حتی در بعضی از آثار می بیاید الله سبحانه و تعالی میگوید که یا ابن آدم، ای فرزند آدم، حملت فی بطن امک لم یسمعک احد، ای فرزند آدم هنگامی که در رحم مادرت باردار شدی هیچ کس تو را جز من گوش نمی کرد، هیچ کس تو را جز من نمی شنوید. و میگد یا ابن آدم و جاءك الرزق فی بطن امک لم يقدره الا الله، لم يقدره احد الا الله. و بعد از 4 ماهگی میگه الله سبحانه و تعالی ای فرزند آدم در بطن مادر هنگامی که بودی تو بر خوردن و نوشیدن احتیاج داشتی، بر نفس کشیدن احتیاج داشتی. این نفس را تنها الله بر تو تأمین کرد، این خوردن را تنها الله بر تو تأمین کرد، این نوشیدن را تنها الله بر تو تأمین کردگی بود. و باز الله سبحانه و تعالی میگوید که یا ابن آدم خرجت من بطن امک، ای فرزند آدم هنگامی که تو از بطن مادرت بیرون شدی فحاربت الله، بر ضد خداوند سبحانه و تعالی جنگ اعلان کردی، بر ضد خداوند سبحانه و تعالی برآمدی، بر ضد الله سبحانه و تعالی سر بلند کردی، فرمانهای خدا را یکسو ماندی، از قفای فرمان دیگران رفتی، فرمانهای خداوند سبحانه و تعالی را نادیده گرفتی، از الله پاک و بزرگ خودت نترسیدی، با وجودی که الله سبحانه و تعالی بر تو اینقدر نعمتهای زیاد داده بود. این چشم بینا را بر تو الله داد، این گوش شنوا را بر تو الله داد، این زبان گویا را بر تو الله داد، این عقل رسا را بر تو الله داد، این پای روا را بر تو الله داد، این دست گیرا را بر تو